سلام علیکم بینندگان عزیز. یوتیوب کانال دکتر طاهری در نزد من یکی استادان من که دوره آموزشگاه طبی درس میدادن، کریم خوجوف. من حضور دارن 80 ساله شدن، حاضر خودشون گپ میزنن 150 بود درآمدنی این کس. من حاضر درباره چخیل عمری دراز ایستادن، چیکار میکنن چیکار نمیکنن، هر روز تا 40 کیلومتر ولسپد قطی میگردن، یگان کس قطی جنگ و جنجال نمیکنن. مرحمت معلم. السلام علیکم ملا ظهور طاهری، فرزند عزیز، شاگرد مهربان. وقتی که شما در آموزشگاه طبی میخواندید سالهای 69 70 شما همون جنده برای من معلوم بود که آینده بزرگ دارید. من 21 ینور انده 80 سالی پر شدیم، خدا و شکر که اکنون من احترامانه مردم مهربانم به خلقم به مراجعت کردم، گفتنی که همین حیات سالم میگوییم. حیات سالم این اولا غذای سالم، آب تازه، آب برف، دوم خواب 7-8 ساعته، سیوم حتما تربیه جسمانی. من همیتا از سال 1959 تا 63 آموزشگاه طبی و خوانده بودیم. من جهان نبی، عبدالمولان سلطانوف، هاشم جان، بابا جانوف، 44 کس بودیم. از همون سال 59 من ویلسپید دوچرخه های میکنم. من وقتایی در شهر تاشکند اینستیتوت فارماسیتی میخواندگی ده ویلسپید کلی رفته می آمدم تاشکند به. از خوجان تا تاشکند ده و وقتانده چریز تشموری راه نبود. راه از بوکه الیمکین چند کیلومتر تا خوجان؟ همون جنده 180 کیلومتر بود. حاضر اکو 166 کیلومتر شده. من حالیم مانده شوی نمیدانم. کار بیام ولسپید کلی میرم. مجلس هایی که من یگان کسی جشنش تبریکات به خیستی ورز می آچه خالچه می یاوی اونجی کلانگیر باشدم. من آیسته ولسپیدم که رفته شخصانی که من 70 و 80 و 90 بران الهیم همون تبریکاتم رفته کره. شما در این زمان رئیس سابقداران جنگ و مهنتی ناهی بابا جان غفوروف. حاضر من این 4 سال همونجور 5 سال حاضر همونجور همین کارنده. البته الهی مردم ما ساق باشن، صحت سلامت باشن. بدن آقا یگان من شخصی برای من وفات کرده مانونگر از مقامات اجرای حکومتی دولتی ناهی بابا جان غفوروف سپارش میشد که رفته یک میتینگ کرده درباره همین معلمی، درباره دکتری کشاورزی یک سخنهای نیک گفته. من همون تعزیه مقامات رفته همون جماعت ها و شخصانی که من میفوتن تعزیه. شما ولسپیدرانتون گاز زدی. خوش اکنون همین چی میخورید که این رنگ روتون ناز موهاتون سفید نشده است، حالم اکتیو نه هستید؟ چی میخورید؟ همین خوراکتون گاز زدید مردم یادید که خوراکی من تماما گوشتی مال نمیخورم، فقط گوشتی گوسفند، گوشتی مرغ، خانم و لبی دایره که هست بسیارتر گوشتی ماهی میخورم. یک هفته آخر یک بار دو بار گوشتی ماهی میخورم. این قدر هم گوشتی زیرباندگی و اعتبار نمیتیم. ششلیکی قیمه‌ای که اونجا چربو دارد من عموما نمیخورم. یا که سمبوسه های من انبرای و خنبرای میگن من سال نمیخورم چون اونجا چربو هست. برای همین اولا غذای سالم، همین غذای سالم چی میدارد؟ یکم قاق، نان گندم، مویز، بادام، پیسته، چارمغز، پیشتر سمبوسه های کدوگینو از مچینج و از جرجک و تا حتی از لبنبو سمبوسه میکردن. یا که مادران آچه ها آشی کچیلی قیمتدار و آشی کچیلی روغندار میکردن، تنکچه پیاو میکردن. همین غذاهای سالم کردن برای ارگانیسم بسیار فایده‌ناک. این کلبسه، این سوسیسکه و این روغنی زد شدری لیتو میگن و روغنی مسکه نیست است. برای همین در وقت خوردن خوراک همین غذای تازه یافته خوردن در کار. من بسیارتر هر ساعت تا 20-30 دانه قاق میخورم. قاق شبته قاق و یا با من دانکش با شکسته مغزش میخورم. این یک دویمش مسئله ولسپید های کنیم. من میدانم که وای به مهنتی بسیار میبرود، عرق جبی میریزد، همه ارگان ها کار میکند.
анамон ҳозир мардҳо ва касали простатит аденома бисёр шудагӣ. همین دوره رقم یک ولسپید های کنی پیاده گشتم. تو ببین якум доруш пиёда гаштан ё велосипед пештар велосипед ки мегаштан هر اسب سواری ҳар کردم. буд асп буд муолиҷи ҳамин ина ҳозир мана ҳар рӯз аденомаю простата оператсия кардостия пешгирии касали аденома ин таҷрибаи ҷисмонӣ велосипедронӣ ҳар рӯз 10 километр баъзе вақт 15 километр илош боштагар пиёда гаштан дар ما кор. یک روز با چند مرتبه به خوراک میخورید. من یک بار обед ба хӯроки дуруст мехӯрам пагурӯзу фақат зардолу об 20-30 қоқа як буда нон кадид аммо оби зардолукира мехӯрам бегонива ё мастова ё як пиёла атала ҳамин аталае ки дастӣ ساعت چند با خوراک شام تو؟ خۆری баъд аз ҳафт ман фақат якта дута себ мехӯрам ягонта ног мехӯрам ё ягонта анори инқадр ҳам калон не як мушт барин анора ва донакашкарӣ мехӯрам чунки донакашандиам равға нашай ҳар як донаканда ҳар як мағзанда мошайми нахлутайми лӯбиёайми ҷиворе макан ҳами ҳамонанда равға нашай ана ҳамун равған барои пӯст пир нашуданаш ёрдам мерасонад. استاد شما تجربه کانون زندگی دارید، تجربه کانون راهبری دارید. همین دو ساختار من برنامه کردگی ساختار معارف و تندرستی دیگر کردن در کار و من برنامه ساختگی باید که در هر یک مکتب دکتر یک نفر دو نفر درسیت آموزند. بلندترین کلی علم سالم بودن همه کار میکنند محنت میکنند برای سالم بودن. همین فکر شما درباره تغییرات در سیستم تندرستی معارف مثلا من پیشنهاد میکنم که از اینستیتوت طبی 5 ساله شود برای اینکه هر چقدر اخوردی بچه ها درس یاد گیرن من حاضر جناب عالی باغچه های بسیار کوشید گفتن که بچه ها فوند لغویش ها زیاد شد دانشمند شوند عمری دراز بینن حاضر یک بچه 12 ساله پروفسور اکادمیک تالارو میداره همه میخیزن برای همین در دوره همون چیز جوانی خاطره ها نظم میشد اون درسایی که مثلا شما هم خوندید من هم خوندم قریب 40-50% که درسای ما خوندیم عمل به نیست در اینستیتوت کاتدرای زیاد هست ما باید بسیارتر از گپ عمل بگذاریم. فکر شما؟ فکر من هم شما که من هم فکر ملا ظهور برای سالم گشتن اولا سلامتی خودش انسان ایجاد کردن دست کار که ولی نه خریده می شود نه فروخته می شود. مثال برای چی ما بسیار بعضی وقت عصبی می شویم انا همین چیزها برای انسان پیر می کند. من 17 نبیره دارم 31 ابیره دارم من یک 5-6 سال بعد چبیره دار خدا خواهد میشیم لیکن من یک ایمان کامل دارم که همین در حقیقت خدا پروردگار انسان آفریدگی برای زیستن برای ساختن برای تربیت کردن یک منزل ساختن یگانجا آباد کردن باغ ساختن نه بلکه همین فقط شیشه یانباش کرده اوقات خورده تلویزیون تماشا کردن و تلفن کردی بازی کردن برای همین مسئله تلفن مسئله اینترنت هم یک بار از صدق دل دیده براندن نکار که چونکه بچه ها از راه بیراش سوست. حالا این فکرتان توری حاضر کارهای علمی شده که بچه‌هایی که 7 سال تلفن کردی زیاده از 2 ساعت گپ میزنن سرطان مغزی به گرفتار میشن مرده میرن. علم طب باید پیشگیری کننده باشد باید ما آدمای آموزانیم که پیشگیری کنند. مسئله دوم ژواچکا حاضر من همین درونی مارشروت که میدارم بازار میدارم اینا از روی قانون آناتومی فیزیولوژی بینید 3 دقیقه علمی طب اجازت میدهد چونکه یک خیلی آدم ها 2 ساعت میخواد در وقتی 2 ساعت میخواد لحوپا امیلازه کاوکی دهم با هست میده با سالانی کسلات زیاد میشد خودشو میخورد زخمی میده میکند یک کس نیست که آدم های یوتیا همه جا پوری ژواچکا من همین فکرتون دایم باره هم گوید که اگجا سر شد تربیه مکتب باغچه اویله محله اصلا شرشوی اویله سرچشمه میگیرد انا همین گهواری از شیر مادر همین کدام فرزنده که 2 سال اقلا شود 2.5-3 سال اگر شیر مادر مکه این برای این غذا برای کودک بهترینه برای همین عقلش رسا می شود فرزندهای بلایقت قچند تولد می شود وقتی که شیر مادر به سیر می شود غیر از این مادرای سالمه هاشون وقتی که می مکنن
همین غبار همین ارگان ها معتدل کار میکنند. حاضر من از 100 نفر زن ها تا 18-20 نفر بعضی ناحیه ها حاضر سرطان سینه شده است، سینه مادر. این هم پیشگیریش تولد اینترولش باید 3 سال باشد. اگه ارمی نرواد گفته قریب 1 سال بود 2 تا تولد میکنن که باید بچه ها نه ایمونیتش بلند نه یک بالای وقت بشود چون که شیری مادر نخوردگی. این یک طرف به کار کردن نیده، همه طرف کار کردن در کار که چیم کسل شده معالجه کردن نغزش خود را احتیاط کرده پیشگیری کردن. من یکی از پیشگیری کردن این معاشرتی پدر و مادر با فرزندان. باید پدر و مادر هر روز هر ساعت نظارت کرده نصیحت کردنش در کار که چی خورد، کی خوب کند، کی وقت دست در کند، همون درسی همون نظارت کنن که تا کدام درجه باید دانشش. استاد شما عضو اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان هستید. من از نام اتفاق نویسنده های بین المللی طبیبان که امروز در 9 مملکت ما اعضا داریم، زیاده از 250 نفر و قریبی ما یک گروه 25 نفره ایران بردیم. 10 روز در آنجا کنفرانس علمی عملی برگزار کردید. تبریک میکنم. رحمت. 100 سالش evet. سلامت روزی باشید. کم و غم نبینید تو سلامت اکن باشید. همین وعده تید که 150 میره یا نه همین شه یک. اگه ما از خدا میپرسیم 150 سال عمر کرد، همه خیلی عمری با برکت کرد، سالم عمر حرکت کرده گذراندن به تشویقاتم. یگان کسی عصبی نکناندن، یگان بار خدا ما عصبی نشدن. ما 150 از خدا پرسیم، همین خدا پروردگار 149 سال کردن، ما بسیار خدا منت میکنیم. نیتی ناز نسبی دولت. برای همین اون برنامه که من ساختم مردم ما برنامه ندارن. تخمینی 60-70 میلیون مونگو مردن در کار، همه حجره مردن و تیار میشن میمورن. همین برنامه نیتی ناز. وقتی که من در سطح جهانی برآمدم تترا گرفتن، من 100 سال گفتم 150 سال نوشتن. گفتن که هر کس که پیشنهادهای دکتر طاهره اجرا میکند 150 سال عمر میبیند. برای همین به شما عمر دراز، صحت سلامتی، برای کار میخواهیم. اما وقت تکنولوژی آب و نوشیدن یاد گیرید. هر روز 2.5 لیتر با همین ولسپید تون خواهد دیگه 40 کیلومتر نه اساس 20-30 بفرارید. با یک چیز دیگه گم الله ظهور فرزند عزیز، ما یک در صحبت یک مسئله شده، من گفتم خدا اگر خواهد همین کار اگر اجرا کنید شما هم قطار سابقه دار رو نوشته میشوید، سابقه دار میشوید. گم من سابقه دار نشوم میلش گفتم. این بسیار نیتی خوب نیست است. برای همین از مردم مهنتکش، مردم من دولتی استقلالیتی تاجیکستان که خدا ما داد احترامانه خواهش میکنم که سحر خستگینده یک خدا پروردگار رو شکر کردن در کار که من امروز هم اسنمان از خواب صحت سلامت خستم گفته فقط نغزی از دستتون بیاد نغزی کنید. اقلا سخنی نغز گویید هم این هم خیرات میدارد سخنهای نغز. بود که راو نیکی کن که دهر نیکی دانا، اون نیکی را ز نیکوان نستانا. مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند، آن به که به جای مال نیکی ماند. سلامت و سربلند باشید. هورا!